این که ژل لب بزنید یا نزنید کاملا یه انتخاب شخصیه. بستگی داره به اینکه شما با چه ظاهری احساس بهتری دارید. ولی قبل از هر تصمیم گیری این چند نکته رو حتما در نظر بگیرید. اول از همه باید از نظر جسمی سلامت کامل باشید. دوم اینکه انتظاراتتون واقعی باشه نه رویایی. و سوم اینکه اگر تبخال یا هر عفونت فعال دهانی دارید فعلا تزریق ممنوع. حالا چرا خیلی ژل لب میزنن؟ یکی برای اینکه اندازه طبیعی لبهاشو برگردونه، چون با افزایش سن لبها باریکتر میشن و فاصله تغییر میکنن. یکی دیگه برای اصلاح فرم لبهاست، چون ناقرینگی کاملا طبیعیه ولی برخی دوست دارن تقارن بیشتری داشته باشن. یکی هم برای صاف کردن چین و چروک اطراف لبه، چون با لبخند یا خندیدن ممکنه چین و چروک بیفته. و خیلی هم صرفا برای اینکه اعتماد به نفسشون بالا بره میان چیکار میکنن؟ ژل میزنن. در کل مهم اینه که شما با چه فرم لبی اعتماد به نفس و حس بهتری داشته باشید.